خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که حالتون خوب باشه. امیدوارم منو سابسکرایب کنید اگه خوشتون اومد و کلا در کنارم زندگی داشته باشید. خب دوستان، کسایی که امبلماشون رو میخوان قوی کنن، قبلا هم گفته بود میای به این بخش، درسته؟ اینو میزنی، امبلمر نوشته، میای اینجا قوی میکنی. اونایی که بنفشن چی هن؟ چرا اونا قوی نمی کنی؟ بهت میگم. در میای اونجا ترازو هست، اون ترازوه رو میزنی. خب اینجا نگاه 2 تا فلشی هست، اونا 2 تا پایین ترش، این نه این. گزینه آخر رو میزنی، میتونی اون پودرای بنفش رو تبدیل به کریستال کنی، بیای از این بازارش وسایل بخری. من جمع کردم، یه دوره قاب خریدم 1200 تا بهش دادم و اون دوره قابی که الان قرار رو ببینید اینجوره که من 1200 تا بهش دادم. حالا کاری به اینو نداریم دوستان. کسایی که میخوام بدونم با یه هیرو چجوری بازی کنن، خب کامنت بکنید، من نگاه میکنم قطعاً. خب من قطعا نگاه میکنم و بهتون میگم با هر هیرو جلوی انمی که جلوتونه چجوری بازی کنید. به من درخواست بدید، بگید مثلا من واسه لایلا آیتم میخوام، من اون کلیپ رو میسازم، میگم واسه لایلا این بهترین گزینه است جلوی هر کسی. گرفتی چی شد؟ من بهت میگم جلوی هر کسی چجور آیتمی واسه لایلا، واسه یین، واسه هر هیروی ببندی. شاید مثلا با اون هیرو بازی نکرده باشم، ولی چون آیتم بنده خیلی خوبیه، یعنی مثلا من آیتم ها رو میبندم و این آیتم رو واسه دوستان پیشنهاد میکنم، همشون راضی در میان. حالا پیشنهاد میکنم واسه شما هم چند تا پیشنهاد میکنم، راضی در اومدین با لایکتون منو خوشحال میکنید. حالا چرا وقتتون رو گرفتم؟ میخوام این صفحه بازی رو کلا واسهتون شرح بدم که کسایی که نابلدن یا کسایی هم که بلدن یه چیزایی رو نمیدونن واسه شون روشن بشه. آقا مثلا بعضیا میان میگن که مثلا تو کالاف ما گروه داریم، شما گروه نداریم. چرا ما گروه هم داریم مثل کلش آف کلنز. نه، این گوشین روی این نگاه کن، اینجا رو میبینی؟ اینجا اینو میزنی، اینو میای اینجا، این گروه ماست. ولی اگه بخوای دنبال گروه بگردی اینجا گزینه آخر میای اینجوری، اینجا دنبال گروه میگردی. اوکیه؟ میخوای دنبال دوست بگردی، این مخاطب به اضافه رو میبینی کنار همون لیگه، اونو میزنی، اینجا بهت پیشنهادا رو میده دنبال چجور دوستایی بگردی و تا حالا باشون بازی کردی تو بازی ها و کلا. مثلا اینو بزنی دور و برت کیا موبایل لجند بازی میکنن، اونو نشون میده بهت. و الان تو منطقه ما انگار هیچکی موبایل لجند بازی نمیکنه. حالا یه چیزی که هست، مثلا نگاه من اینها، این آلیس اسم طرف ولی ایرانیه. خب علی اس پسره، من بهش درخواست میدم تعداد دوستی های من پره. مثلا آقا خیلی مثلا بگن تعداد دوستی های من پره، این 2 تا آدمه رو میبینید میاید روش، همین گزینه اول این آشغالی ها رو میبینید. از هر کدوم از دوستاتون که ناراضید، نگاه مثلا من اکثر با دختر حال نمیکنم، با اکثر دخترها، خب با بعضیشون حالا من با کلا با دختر جماعت هم نمیکنم. بیا دختر رو دادم رفت، یا مثلا میام پایین، همشون هم ایرانی هن، من با خارج جماعت دوست نمیشم. بعد آره مثلا اینو میدیم میره، بعد میای تو همین به اضافه علی اس. الان اگه درخواست من به اون ارسال شد، اگه اون قبول کنه تو دوستات اضافه میشه. حالا آقا من میخوام برم رنگ، این دکمه رو میزنم، اضافه شدم به رنگ. این لیست دوستام هر کدوم آنلاین باشه اینجا دکمهش میاد، دقت بکن.
دکمهش این دکمه چه اینجا هست. اینو میزنی میری ببینی طرف چند دقیقه است تو بازی، میزنی قبول میکنی میری تو لابی میتونی بازیشو ببینی. خب اگه اونجا یه عکس خونه اومد میتونی درخواست بدی تو بری تو لابی اون اگه قبول بکنه. اگه عکس به اضافه باشه تو بزنی اونو، اون میاد تو لابی تو اگه قبول بکنه بیاد. اوکیه؟ حالا مثلا میگه آقا من نمیخوام رنگ برم. خب چی کار بکنم؟ من بهت میگم دیگه من رنگ نمیری، میخوای هیروهاتو امتحان کنی. خب مثلا میخوای با یه هیرو قوی تر بشی، نه کلاسیک رو میزنی، نه ستاره ازش کم میشه نه چیزی. خب مثلا یه مود میتونم بهت معرفی کنم که اونجا تو خودت هیرو انتخاب نمی کنی، اونجا رندوم به 2 تا هیرو میده، 2 تا کارت بهت نشون میده که همون هیرو هست. خب یکشون انتخاب میکنی میری همون کلوب. خب یه مود دیگه داره این ماجیک چیز که من دانلودش نکردم چون طول میکشه، هر مچش 1 ساعت طول میکشه. خب بازی با عروسکه، برید اونجا خودش بهتون یاد میده و این رویداداییه که تازه میاد، مثلا مپ آینه، مپ چیز، برید تو خودتون متوجه میشید چه جور مپیه. آره تو اینجا میتونید کاستوما رو برقرار کنید. این کاستومه، مثلا کاستوم کلاسیک، کاستوم رنگ، ستاره بهتون نمیده، مثلا منظور این رنگی که مثلا معلوم میشه کی چی میخواد برداره، اونجوری. کاستوم کلوب، درسته؟ اینجا مثلا بست نیستا، ایزی، نورمال، زورم که یعنی مثلا اکستر یا همون مثلا پرو. مثلا من یکش انتخاب میکنم میرم تو لابی، میرم با ربات های قوی بازی میکنم. خب اینجا اینجا همون بخش بتل رویال موبایل لجنده، میدونی چی میگه؟ انتخاب میکنی میری تو، چون نمیره حالا برای من نمیره، برای شما اگه رفت تو اینجوری میری تو یه چند تا ستون اینجوریه، اینجوری داره اون تو اونجوری میاد. مثلا میای سروراتو اینجا انتخاب میکنی، اروپا 1 هیچکی نیست تو اروپا 1. خب اروپا 2 باز یه نفر بود. آره اینجا میتونی خودت بسازی، من زیاد چون اینجا رفت آمد نمی کنم زیاد نوشت نمی‌پردازم. اینجا با هیروهاش بازی میکنی، با هیروهایی که بهت پیشنهاد داده. خب بعد این سندوچا رو یکی بهت میده جایزه، مثلا یاد میگیری با این هیرو چجوری بازی کنی، کلاسشون هم قشنگ بهت داده و کار خیلی خوبیه. این هیلدا جونمون، اینی که این زنه این بالا موهاش قرمزه اون تانکه، اونی که آبی پوشیده اون اول موهاش زرده اون آلوکارد فایتر اساسی نمونه. این موزرده پایینه که دستش یه تفنگ و چشاش سبز داره با خنده نگاه میکنه اون لایلاه. اونی که یخیه اون آوراه. اونی که دستش تیر کمونه میاه. اینا مارکسمنن که از دور میزنن، این میجام از دور میزنن ماجیکا. اون ادورا واسه شات داون کردن خیلی خوبه، یه نفر خیلی پا گرفته بخوای شات داونش کنی این ادورا رو پیشنهاد میکنم. اون پیشش هم میاه، اونی که تیر کمون دستش هستش. اینا کلاساشو به شما یاد میدن که با هر هیروی اونجوری چجوری بازی کنید و به من بگید که با هر هیرو میخواد چجوری بازی کنید، مثلا چجوری من با این هیرو پرو بشم، من بهتون یاد میدم که چجوری با هر هیرو چجوری قراره بازی کنید. این از این بخش. آقا من چجوری برم تو بخش بین المللیش بازی کنم با کل جهان؟ این بخش رو میبینی اینجا، اینی که داره اینجوری تشعشع میده اینجوری میدرخشه عوض میشه، این ریسینگه. قبلا MCL بوده. اینجا اسکواد درست میکنی قشنگ، میری اینو میزنی میای اینجا لابی درست میکنی واسه خودت. بعد مثلا نه من هر آدمی آره دیگه آره قبول میکنی واسه اسکوادت. اینا هم درخواست دادم واسه اسکواد من. خب میای اینجا ریسینگت هم بازی میکنی به همین سادگی. ببینین بازی ریسینگ، مثلا کسی میخواد این ژتوناشو خرج کنه، این فروشگاهش این پایین سبد داره. این اسکین ریسینگ اورانوس، یه هیرو کاملا متفاوت با همه هیروها، دمیجش
کم هست نسبت به پسیوهایی که داره، با پسیواش میتونه دمیجش بیشتر بشه و نمیمیره. نامیراست یه جورایی باید بدونی چجوری بکش. حالا اینا بخش خریداش. این بخش چیزشه. تو محله‌ای که من هستم کیا دارن بازی میکنن؟ نگاه، تایتان، شیخ، اینا تو محله‌ای که ما هستیم همشون بازی میکنن. ببینید اسچر. حالا مستر ولف رو نمیتونم پیدا کنم، عجیبه. خب اینجا جامایی که به دست آوردی و بهت نشون میده. من تا حالا 3 جام به دست آوردم. مسیر قهرمانی ما اینجا باخت و بردات و فیلماشو نشون میده. بهت مثلا میری ریم میزنی اینجوری. بعد اینجا میگه تو هر جامی بهت چه جایزه اید. آخرین جامو که برنده بشی بهت 50,000 تا جم هدیه میده. 50,000 تا اگه برنده بشی، چون کشوری آخر جام بهت نشون میده گروه بندی تو چه جوریه و الی آخر. حالا دوست عزیز من میخوای ببینی آقا مثلا یه صندوقچه گرفتی، از کجا برم ببینم، از کجا برم بازش کنم؟ شاید توش مثلا از توش یه چیز ارزشمند بده و به تازه وارد خیلی میرسن تو موبایل لجند. پس اگه بخوای تازه اکانت باز کنین من بهتون میشنم. آقا یه صندوقچه بهم داده، میخوام از یه جا امتحانش کنم. اینها این کوله پشتی نگاه، بر من نوشته چند تا. خب من ترکی گذاشتم زبونمون که راحت‌تر بتونم، من خودم ترکم، میتونم راحت‌تر بخونم، تبریزیه. این کیفه رو میبینی اینجا کنار تغییر مود اینجا. من در ضمن بهتون نگفتم بخواین یه تغییر مود داشته باشید مثلا اینها، این تغییر مودتونه. خب ولی اگه بخواین صندوقچه رو بدون کجا رفته اینجا. خب بعد هر بازی هم که ببینید یه نشان بهتون نشون بده، الان میریم اونجا این شکلی، اینجا باید برید که جایزتون رو دریافت کنید در اونجا. و بخواین یه هیرو لوکاس میشه حرف بزنید. آفرین لوکاس. آره یه هیرو میخوای بخری جدیدت، هیروت خسته شدی یا کلن 32,000 تا جمع کردی، بعضی هیروها مرزونه، میای از اینجا میخری نوشته کاهرمان. و اون بخش آیتما رو هم که بهتون گفتم و اینجا هم بخش عملیاتاییه که بهتون میده و چیزای ناچیز و لول و اینجور چیزا بهتون میده. درسته؟ آقا ما تو کال آف دیوتی اسکینای استارلایت داریم، بتل پس داریم، شما ندارید. چرا؟ این ستاره رو دیدی الان زدم روش، این استارلایت ماه. مسیر استارلایت رو جم میدی میخری و اون بالاش رایگان، این پایینیا با جم باز میشود. اون صندوقچه‌ای که تهش بهتون میده از توش 5 تا قهرمان که یکشو انتخاب میکنی و باز میکنی. به همین سادگی. حالا عزیز من اینجا ایونت اون پرچمی که الان روش زدم دیدی؟ اینجا بهت مأموریت میده انجام میدی و جوایز خیلی نفیسی هم در انتظارتون میکشه. میگه چی میگه؟ اینا رویداداییه که قراره بیاد تو راهن. این رویدادا اون اسکین جدیده یا این هیرو جدیده، اون سایه. میبینی؟ اینجا میتونی نامه ارسال کنی واسه موبایل لجندو و الی آخر. آقا من میخوام وایس هم باز کنم با دوستم حرف بزنم، چرا که نه. اینا این وایس اینجا من البته بند شدم از وایس. اینها این صدا رو باز میکنه که بتونی حرف بزنی، این میکروفون باز میکنه که فقط بتونی صداشو بشنوی. اول باید اینو باز کنی بعدش اینو. گرفتی چی شد؟ آره. بعد حالا تو باید به یه نکته خیلی دقت کنی. وقتی میری رنگ، ببین چه وقتی داری میری، قشنگ دقت کن به من، چه وقتی داری میری رنگ، چه کلاسیک چه کلوب. درسته؟ اگه AFK بشی، یعنی بری تو بازی مثلا حوصله‌ات نکشه از بازی بزنی بیرون، بری بیرون از بازی که تمام شد بیا یه بازی دیگر شروع کنی. قشنگ دقت کن که
عواقب داره موبایل لجند واسه. اولش که شروع میکنین کریت اسکورت 110. خب اینجا نگاه کن، برای من 90. من خیلی انگار آدم بی انضباطی بودم. 110 میکنه کریت اسکورتو. به ازای هر یه بار که AFK میشی 5 تا ازت کم میکنه این کریت اسکورتو. و اگه از 90 بیاد پایین تو دیگه نمیتونی رنک بازی کنی. میگیری چی میگن؟ تو دیگه نمیتونی رنک بازی کنی، ستاره بلند کنی. اون موقع است که رفتش زیر 80 کریت اسکورت مجبوری کلاسیک یا کلوب بازی کنی که کریت اسکورت بیاد بالای 90 یا خود 90 حداقل بشه تا بتونی رنک بازی کنی. و موقعی هم که خود 90 میشه بازی ازت یه سوال میپرسه که سیلوانا میاد اونجا، درسته؟ بازی ازت یه سوال میپرسه، به 5 تا قرار ازت سوال بپرسه و من بهت میگم کدوما رو باید بزنی. تو اونجا اولین سوال رو میزنی گزینه 3، به ترتیب دارم بهت میگم، میزنی گزینه 3، بعد گزینه 2، بعد بازم گزینه 2، بعد گزینه 4، بعد بازم گزینه 4، اینجوری به ترتیب. یعنی سوال 1 گزینه 3، سوال 2 گزینه 2، سوال 3 گزینه 2، بعد سوال 3 و 4 و 5. ببین سوال 1 گزینه 3، سوال 2 و 3 گزینه 2 هر دوشم. اوکیه تا اینجا. سوال 4 و 5 هم گزینه 5. اینا رو بزنی بازی ولت میکنه، یه تعهد میدی که دیگه AFK نمیشه و بهتره که نشی. اوکی. این بالا رو هم میبینی، این بیای اینجا رویدادها و اسکینای خفن، اینم دنسه موقعی که ریکال میزنی. بهترینش که خود طرفدارترین بین همشون باشه اینه. نگاه بهت گفتم جایزه میگیری، اینجاست. اینجا فعلا اینا رو نشون میده، این که فلش پایین داره. این مثلا یکی از اینا رو بهت نشون داد، میای اینجا جایزه تو دریافت کنی، مثلا 300 تا بهت پول میده و اینا. اینجوری میخوای قهرمان بگیری اینجا کلاسش چی باشه، مثلا کلاسش تانک باشه میای تانک، کلاسش فایتر باشه میای فایتر. آقا من میخوام کلاسم اساسیم باشه، میخوام جنگل بازی کنم، اشکال نداره جنگل. بعد میخوام ماجیک بازی کنم، ماجیک. میخوام مارکسمن بازی کنم. میخوام هیلر باشم، فرما هیلر بازی کنم، اصلا مشکل نه. ماتیلدام هیلره، فارامیسم هیلر، دیگی هم هیلره. با این داشتمون که کاجا خیلی هم ازش متنفرم، البته ببخشید کاجا پلیرای عزیز، من حداقل ازش خوشم نمیاد. رافائل دام چیز اون بالا اونجا این یه نیو نوشته، نیو اینجا خب میزنی که روش، اونجا بهت نشون میده چه هیروهایی قوی شدن چه هیروهایی ضعیف شدن، باف شدن و ضعیف شدن، نرف شدن. مثلا اینجا هاریس رو داریم که نرف شده، سیزن 33 نرف شده و سیزن 35 قوی تر شده، میبینی؟ ولی نشون میده نرف شده که بهت احساس رضایت بده. CC رو داریم که کلن باف شده. کریو داریم که بازم کلن از سیزن 33 تا 35 باف شده. فقط هیلدار داریم که فقط پسیوش چیز. آره اینجا بهت نشون میده. آقا مثلا من نمیدونم هیرو اسکیل یکش چی کار میکنه. اینا هیرو اسکیل یکش مثلا یه هیروی پرطرفدار بخوام که اولش هم بهت میده با اون بازی کنی، لایلا. خب آقا مثلا لایلا چیکار کنم باش؟ نگاه بکن چی؟ آها یادم نبود بعد از لابی بزنم بیرون. آها نه مثلا میای لایلا، درسته؟ میزنی روی این، بعد اون بالا ببینی یه ویدیو هستش، ایناها این درسته؟ اونو میزنی میره تو، بهت نشون میده هر اسکیل چی کار میکنه.
مثلا اینجا لایلا رو داریم که پسیوش اینه، نگاه 187 87 88 به ازای هر بیسیکی که اینجوری باشه دمیجت میره بالاتر. حالا اسکیل یکش چیکار میکنه؟ مثلا لایلا رو داریم که یه شلیک گنده به سمت تعریف میکنه، نگاه محدودش گنده شده، یعنی از دورم میتونه به طرف ضربه بزنه. اسکیل 2 لایلا رو داریم که مثلا 2 نفر به هم نزدیک میشن، اینو میزنه دوتاشون استام میشن یه لحظه، نمیتونن دیگه کمبوی استفاده کنن، نمیتونن راه برن، این فلج میشه. فینیشر لایلا رو داریم که از راه دور میخواد طرف فرار کنه، اونو میزنه و نمیتونه طرف فرار کنه. عشق کردی؟ اینجا میتونی بیای ببینی که هر هیرو چجوری و آیدی خواستی بیا با هم بازی کنیم. و اگه کسی به غیر از اینکه فیلتر شکن روشن خاموش کنی فهمید چجوری این صدا رو باز کنه بهم بگه، واقعا ازش ممنون میشم و با هم بازی میکنیم اگه افتخار بده. سیزن عوض شده و ما لجندیم فعلا، ولی ما دوستایی داریم که اومده باشن روی میتیک، علی رضای عزیز آره در کل خوش باشین دوستان. و اینم از ویدیوی امروز که همه چیزو فکر کنم براتون یاد دادم. و آقا میخواید استریم کنید، استریمرید درسته؟ نگاه کن منو، نگاه اون بالا، اون چیزا رو میبینی اونجا، دوربینه رو میزنی رو اون استریم هر هیرو رو نگاه میکنی. مثلا نگاه، مثلا کی داره مثلا با این هیرو استریم میگیره؟ مثلا پرطرفدارترین هیرو از نظر من یینه. کی داره باش استریم میگیره؟ نگاه میکنی مثلا به ازای کسایی که دارن تماشاشون میکنن، مثلا اینو میبینین 8735 نفر دارن تماشاش میکنن، می نگاه کن 3205 تا با یین مچ داره. خب اینه که مثلا داره با یین بازی میکنه و میری نگاه میکنی و جایزه بهش میدی و اینجور حرف گرفتی؟ آره اینجوریه. و اینجا و حالا من چجوری استریم درست کنم؟ عزیز دلم نگاه، اون بالا یه خونه هست، اونو میبینی؟ آره اونو میزنی، اینجا میبینی یه دونه آف هست یه دونه آن هست، اینو آنش میکنی، اون موقع خودت میری بعد این دکمه رنگ رو میزنی استریم میکنی. همین سادگی. میگه چی میگن؟ آره. و اون جایزه هایی که نمیدونم ایشالله بدید یا ندید کچ کرمتون میکشه، اون جایزه هایی که میدید هر کدوم به اندازه نصفش جم قراره مثلا بیاد. مثلا این هست، مثلا هر کدوم به ازای خودشون، مثلا یه گل هدیه میدید کرم خودتون، 2 تا جم، یه جمش میره به حساب من اگه البته اشکال نداشته باشه. مثلا اینو میدید انگشتره رو 6 تا 3 تاش میاد به من، یا مثلا 5000 تاییه رو میدید عشق میکنید اینو میدید 2500 تاش میاد به من. اینجوری هدیه اینجوری دریافت میشه. اگه خواستید خودتونم استریم کنید به خودم بگید. مثلا استریم های داخل یوتیوبی که الان در حال چیزه اینجا میشه دید، داخل کانلی و نمیدونم تیک تاک و اینا همشون هستش. استریم های ایرانی چه میزنی میبین. حالا روزتون خوش دوستان. فعلا خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.